خانم‌هایی که در حال اقدام به بارداری هستن، تعیین زمان تخمک‌گذاری براشون خیلی اهمیت داره. تعیین زمان تخمک‌گذاری به 2 روش انجام میشه. یکی روش سونوگرافی هست و یکی محاسبه دستی هستش. روش سونوگرافی به این صورت هستش که روز 9 یا 10 سیکل قاعدگی خانم برای انجام سونوگرافی به پزشک مراجعه میکنه. سیکل قاعدگی از شروع یک خونریزی تا شروع خونریزی بعدی رو ما میگیم یک سیکل قاعدگی که در افراد مختلف عدد این سیکل قاعدگی متفاوت هست. بعضی از افراد سیکل‌های 28 روزه یا 30 روزه یا 35 روزه دارن. هر عددی که بین 28 روز تا 35 روز باشه نرمال تلقی میشه. یعنی اگر افراد سیکل‌های قاعدگیشون بین 28 روز تا 35 روز باشه یک سیکل نرمال دارن. خانم هایی که به روش دستی محاسبه میخوان بکنن که زمان تخمک گذاریشون کی هستش، عدد سیکل قاعدگیشون رو منهای 14 میکنن. خانومی که یک سیکل 28 روزه داره منهای 14مین روز زمان تخمک گذاری هستش. خانومی که سیکل 35 روزه داره منهای 21مین روز زمان تخمک گذاری هستش. پس زمان تخمک گذاری برای افراد با توجه به تعداد روزهای سیکل قاعدگی متفاوت هست.